یک مخالف حکومت کنونی تاجیکستان و عضو سابق حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 که در بین همسفانش با تخلص سیف الله معروف بود در شهر مسکو دستگیر شده است. این را در صحبت با پایگاه خبری بامداد دو نفر از دوستان سیف الله به شرط در گزارش نآوردن نامشان تصدیق کردند. به گفته آنها این منتقد حکومت را روز 7 دکامبر سال 2023 مقامات حفظ حقوق روسیه از نزد منزلی که در مسکو اجاره می نشست دستگیر کردند. خود سیف الله روز 9 دکامبر با یکی از دوستانش در اروپا تماس گرفته از بازداشتش خبر داده است و گفت است که او را به زودی به سزا انتقال می‌دهند و در بازداشتگاه او دیگر امکان تماس نخواهد داشت چون که در آنجا تلفنش را از او خواهند گرفت. سیف الله گفته است که او را با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر کردند. مقامات تاجیکستان تا کنون بازداشت این مخالف حکومت را شرح ندادند، ولی معمولا نهادهای حفظ حقوق روسیه با دوشنبه در مورد جستجو و بازداشت و استرداد مخالفان سیاسی حکومت امامعلی رحمان همیشه همکاری میکنند. سیف الله تخلص شرفکن میروف سال تولدش 1978 زاده سفخوز مشهور ترکستان نویه وخش است. شرفکن میروف 10 سال قبل وقتی صاحبکار تاجیک عمرعلی قواتوف بعد از دست دادن تجارتهایش و ترک تاجیکستان حرکت اپوزیسیونی گروه 24 را تأسیس داد و گروه 24 پیوست و در سلسله اعتراضهایی که قواتوف و یارانش تابستان و تیرماه سال 2014 در شهرهای روسیه با جلب مهاجران تاجیک دایر کردند اشتراک داشت. به گفته دوستانش از همان وقت به ضد او در تاجیکستان برای اشتراکش در اعتراضهای ضد حکومتی پرونده گشودند و این هم از سال سیف الله در مسکو غیر قانونی و عملا به صورت پنهانی کار و زندگی میکرد. سیف الله در مسکو در یک استخوانه ترمیم و تعمیر چرخهای ماشین کار میکرد و گویا صاحب این استخوانه یک افسر در گذشته بلندپایه حمایه او را به دوش گرفته بوده است و سیف الله با اطمینان با حمایت همین کارفرمای پرنفوذش این همه سال که اکثر یاران عمرعلی قواتوف به شهر اروپا پناه بردند ترک روسیه نکرده است. شرافالدین گدایف یکی از رهبران اپوزیسیون تاجیک که در تاجیکستان شریک تجارتی عمرعلی قواتوف بود همراه او در سرگاه تأسیس گروه 24 می ایستاد. در صحبت به بامداد نقل کرد که سیف الله بعد کشته شدن قواتوف با دیگر رهبران گروه 24 ساز نگرفت و اول همراه شرافالدین گدایف، صابر ولیف، سلیمان دولتوف و چند دیگر از گروه 24 به کنگره نیروهای دموکراتیک تاجیکستان با رهبری داداجان عطاولایف گذشت، ولی در این سازمان نیز دیر نایستاد. سیف الله حتی صحیفه‌اش در فیسبوک را نیز در همین هوای عقیده‌های کمونیستی و حسرت بازگشت به زمان شوروی تاجیکستان تاجیکسک SSR نام گذاشته بود. آخرین مطلب در یکی از این صحیفه‌اش گذاشته سیف الله صحنه 6 دکامبر است. گروه 24 از جانب صاحبکار عمرعلی قواتوف سال 2012 در پی فرار او از تاجیکستان و به غصب تجارت‌هایش در تاجیکستان از جمله به غصب شرکت‌های تاجران و فراز ایدار کردن شمس‌الله صاحبوف یکی از دامادهای پرزیدنت تاجیکستان تشکیل شده است. اساسگزار گروه 24 عمرعلی قواتوف ماه مارت سال 2015 در شهر استانبول ترکیه در نتیجه یک سوءقصد مسلحانه کشته شد.